شاید عجیب به نظر بیاد ولی عضلات شبها دارن تحلیل میرن، نه به خاطر سن، نه به خاطر کم تحرکی، بلکه به خاطر یه اشتباه ساده و تکراری در برنامه غذایی شبانه. خیلی از ما فکر میکنیم چون سن بالا رفته بدن دیگه زور سابق رو نداره، اما واقعیت اینه که بیشتر این ضعف، درد عضله و تعادل پایین صبحگاهی فقط به یه چیز برمیگرده: بدنمون شبها بدون سوخت میمونه و وقتی چیزی برای مصرف نداشته باشه میره سراغ خودش، یعنی عضله هامون رو میسوزونه. سلام به شما که دوستتون داریم بی قید و شرط. دکتر جاوید هستم و امروز در این ویدیو میخوام یکی از علتهای مهم عضله سوزی رو بگم که خیلی به درتون میخوره. در خیلی از ویدیوها از عضله سازها صحبت میکنن، در صورتی که گفته نمیشه که اگه این اشتباه در سبک زندگی رو اصلاح نکنی، خوردن عضله سازها گاهی خیلی هم فایده‌ای نداره. بعد از 60 سالگی بدن دچار پدیده‌ای میشه به اسم مقاومت آنابولیک، یعنی حتی اگه در طول روز پروتئین کافی هم بخوریم باز هم بدن نمیتونه مثل گذشته از اون پروتئین برای ساخت و ترمیم عضله استفاده کنه. حالا فرض کنین که شب شده و بدن وارد فاز ریکاوری شده ولی توی خون آمینو اسیدهایی وجود نداره. حالا بدن از کجا میاره؟ از عضله خودمون. اسم این فرآیند علمی چیه؟ کاتابولیسم شبانه، یعنی تجزیه عضله برای تامین انرژی. و این مسئله برای سالمندان خیلی شدیدتره چون که قدرت بازسازی عضله پایین اومده و سطح هورمون‌های عضله ساز مثل IGF-1 کمتر شده و جذب پروتئین هم سخت‌تر صورت میگیره. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش میشه ضعف عضله، درد یا خشکی مفاصل، بی‌تعادلی و حتی افزایش خطر زمین خوردن و شکستگی استخوان. حتما خیلی از این مشکلات رو توی سالمندان دور و برتون دیدین، ولی جای نگرانی نیست. خبر خوب اینه که اگه بدونیم چی بخوریم، کی بخوریم و چطور بخوریم، میتونیم از تحلیل شبانه عضله جلوگیری کنیم و حتی کمک کنیم که عضله سازی شبانه فعال بشه. یکی از بهترین نسخه ها برای این کار یه ترکیب خیلی ساده است: زرده نیمپز تخم مرغ با کمی دارچین. حالا چرا این ترکیب رو مصرف کنیم؟ زرده تخم مرغ نیمپز حاوی 6 گرم پروتئین با کیفیت و سرشار از لوسین هستش. لوسین یه آمینو اسیدیه که سویچ عضله سازی رو فعال میکنه و همینطور غنی از کولینه که برای سلامت مغز، عضلات، کبد و اعصاب مفیده. همچنین چربی‌های طبیعی و سالم زیادی داره، پر از ویتامین A، D، B12، E، K2، آهن، روی و بیوتین هستش و چون نیمپزه هم ارزش غذاییش حفظ میشه و هم خیلی راحت‌تر هضم میشه، مخصوصا برای افراد مسن. حالا چرا میگیم دارچین اضافه بشه؟ از نظر علمی ثابت شده که دارچین قند خون شبانه رو تثبیت میکنه، التهاب رو کاهش میده، متابولیسم رو فعال میکنه و کمک میکنه بدن بهتر از پروتئین استفاده کنه. یه مطالعه علمی که سال 2020 در جورنال آف نوتریشنال بایوکمستری منتشر شد نشون داد که مصرف منابع پروتئینی سرشار از لوسین درست قبل از خواب میتونه تا 30% سنتز عضله رو در طول شب افزایش بده. طریقه مصرفش به چه صورته؟ تخم مرغ رو حدود 5.5 تا 6 دقیقه بجوشونین. زرده حتما باید نیمپز باشه. بعدش کمی دارچین آسیاب شده روش بپاشین. اگه دوست داشتین چند قطره روغن زیتون یا کمی نمک طبیعی هم اضافه کنین و حدود نیم ساعت قبل از خواب بخورین. هم میتونین به تنهایی میل کنین یا همراه با نان سبوسدار. شام عضله ساز بعدی ترکیب ارده، شیره و نان سبوسدار هستش. شیره چه اثراتی روی بدن داره؟ قندش طبیعیه و سریع الاثره، به بدن انرژی فوری میده و همینطور جلوی فاز تزیه عضله رو میگیره. اما چرا میگیم با ارده ترکیب بشه؟ چون ارده حاوی چربی سالم و پروتئین گیاهی، انرژی بلند مدت بدن رو تامین میکنه، سرشار از آمینو اسیدهای مهم برای عضله سازی، دارای ویتامین E و ضد التهابه. و نان سبوسدار در کنار این دو ترکیب سرعت جذب قند و چربی رو تنظیم میکنه، شاخص گلایسمی رو پایین نگه میداره و به سلامت روده و خواب عمیق کمک میکنه. ترکیب ارده و شیره سوخت بدن رو تامین میکنه و بدن میفهمه که سوخت داره و نیازی نیست که عضله رو بسوزونه. این نسخه ها برای چه کسانی مناسبه؟ برای سالمندانی که
با ضعف عضله از خواب بیدار میشن، کسانی که شبها بی انرژی هستن یا خوابشون سبکه، افراد کمخون، لاغر یا کسانی که در دوران نقاهت بیماری هستن، کسانی که مزاج سرد یا تحلیل رفته دارن و افرادی که در شب ورزش سبک یا فیزیوتراپی انجام میدن و به ریکاوری نیاز دارن. اما ممکنه در ذهن خیلیاتون مخصوصا دیابتی‌های عزیز این سوال پیش بیاد که آیا شیره قند خون رو بالا نمیبره؟ ببین دوستان، وقتی چربی و پروتئین در کنار شیره مصرف بشه، سرعت جذب قند کاهش پیدا میکنه، یعنی قند خون یک دفعه بالا نمیره و بعدش ناگهانی سقوط نمیکنه، نه باعث بالا رفتن سریع قند خون میشه که خواب رو مختل کنه و نه باعث افت قند میشه که ما رو نیمه شب بیدار کنه. این پایداری انرژی باعث میشه که ما احساس سبوکی و گرما داشته باشیم و خواب بهتری رو هم تجربه کنیم. وقتی قند یواشتر وارد خون بشه، بدن هم انسولین رو با ملایمت ترشح میکنه، یعنی ریسک چاقی، مقاومت به انسولین یا افت ناگهانی انرژی خیلی کمتر میشه. و نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بشه اینه که افراط در مصرف هیچ ماده غذایی، حتی مواد غذایی طبیعی، توصیه نمیشه و دیابتی‌ها باید به اندازه از این ماده غذایی استفاده کنن. اگه تا اینجا یه ویدیو براتون مفید بوده، لایک کنید و بفرستید برای تمام سالمندانی که دوستشون دارین و سلامتیشون براتون مهمه. در ابتدای ویدیو گفتیم که شبها وقتی میخوابیم بدن وارد فاز ریکاوری میشه، سلول ها خودشون رو ترمیم میکنن و عضله ها بازسازی میشن. اما اگه سوخت نداشته باشی، بدن از کجا انرژی میگیره؟ بله، از عضله ها. به عنوان شام سوم شیربادوم رو پیشنهاد میکنم. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده و تجربیات و تحقیقاتی که خود ما انجام دادیم، بادام پروتئین داره و با وجود اینکه زیاد نیست، اما همین مقدار کم هم اهمیت داره چون خیلی راحت هضم میشه و حاوی آمینو اسیدهایی که بدن برای ترمیم عضله بهش نیاز داره، مثل آرژینین، گلوتامین و لیزین. یعنی شیربادوم یه پروتئین سبکه که عضله رو از تخریب شبانه نجات میده. مورد دوم، وجود منیزیم در بادام برای آرام کردن عضله هاست. هر وقت که شب عضله هاتون میگیره 100% بدونین که کمبود منیزیم دارین و شیربادوم یکی از بهترین منابع طبیعی منیزیمه. شیربادوم کمک میکنه عضله ها ریلکس بشن، از گرفتگی و درد شبانه جلوگیری میکنه، خواب رو عمیق‌تر و بدن رو آماده ترمیم میکنه. مورد سوم، چربی سالمه. یه سوخت آرام برای کل شب. در بخش قبل گفتیم که وقتی شیرینی‌های طبیعی کنار چربی‌های طبیعی قرار میگیرن، باعث میشه که قند عسل یک دفعه آزاد نشه. از طرفی این چربی کمک میکنه انرژی عسل آروم آروم وارد بدن بشه و عضلات رو تغذیه کنه، نه اینکه تهدیکشون کنه. مورد بعد اینه که بادام سرشار از ویتامین ای هستش که این ویتامین نگهدارنده بافت عضله است. این ویتامین یه آنتی اکسیدان قویه که جلوی تخریب بافت، التهاب و استرس عضلانی رو میگیره. طرز مصرفش به چه صورته؟ 10 عدد بادام خامو بذارین چند ساعت خیس بخوره. بعد پوستشو بگیرین و با یه لیوان آب، یه قاشق عسل و یه قاشق گلاب خوب میکس کنین و حدود نیم ساعت قبل از خواب میل کنین. فقط توجه داشته باشید کسانی که چربی خون دارن به جای بادام از فندق استفاده کنن و حتی میتونین از مغزیجات دیگه هم در این ترکیب استفاده کنین. همواره تندرست و شاد باشید.